به نام خدا، سینا امیری هستم، مدرس روش تحقیق. توی این دوره قراره در رابطه با نحوه انتخاب موضوع برای پروپوزال و پایان نامه صحبت کنیم. کاری که من میخوام انجام بدم، دوره‌ای که میخوام ضبط کنم به این صورته که از 0 تا 100 پایان نامه رو برای بچه‌های مهندسی، علل خصوص بچه‌های مهندسی کامپیوتر و علوم کامپیوتر و آیتی، که حالا کارهایی که میگم برای انجام پایان نامه، انتخاب موضوع تا پیاده سازی پایان نامه برای بچه‌های مهندسی، رشته‌های عمران، مکانیک هم به درد میخوره. ولی خب روی کردم مثال هام روی حوزه کامپیوتر ساینس یا کامپیوتر انجینیرینگ. تو این دوره کاری که من میکنم به این صورته که میام از اول انتخاب موضوع تا نگارش بندهای پروپوزال، نحوه ثبت کردن پروپوزال در سامانه ایرانداک و حتی سامانه پژوهشیار که برای بچه‌های دانشگاه آزاد هست، و تا رسیدن به پایان نامه، نگارش فصل‌های پایان نامه، پیاده سازی کردن موضوع با زبان برنامه‌نویسی پایتون یا همون نرم افزار تخصصی، و تا بررسی و برطرف کردن اصلاحات دفاع یا اصلاحاتی که استاد راهنمای شما به شما میده، تا اینکه شما بتونید پایان نامه خودتون رو نگارش کنید و دفاع کنید و حتی ازش یک مقاله‌ای رو استخراج کنید یا اینکه یک کتاب رو بر اساس موضوعی که دارید بنویسید. تمام این مطالب رو تو این دوره من خدمتتون میگم. توی مرحله اول برای انتخاب موضوع ما چند تا سایت داریم، سایتی که ازش استفاده میکنیم برای منابعی که میتونیم داشته باشیم. اولی گوگل اسکالر هست که یک سایتی است برای مقالات خارجی. دومی موتور جستجوی علمنت هست که برای جستجو کردن مقالات داخلی و خارجی. اولی موتور جستجوی برای مقالات خارجی هست، دومی برای مقالات داخلی، کنفرانسی یا علمی پژوهشی. سامانه گنج ایرانداک هست که ما استفاده میکنیم برای دانلود پایان‌نامه‌های داخلی داخل کشور. همه دانشگاه یا میشه گفت اکثر دانشگاه ها رو داره. الان اصلا قانون اینجوری شده که تمام دانشجوها باید پروپوزالشون رو و پایان‌نامه‌شون رو داخل این سامانه ثبت کنن و حالا یک کد رهگیری میده به سمت دانشگاه که میگه که همچین موضوعی ثبت شده، پروپوزال یا پایان‌نامه ثبت شده با همچین استاد راهنمایی، و دیگه دانشگاه میتونه پیگیری کنه. و پایگاه داده OATD که پایان‌نامه‌های خارجی برای دانشگاه‌های مثل دانشگاه آکسفورد، هاروارد، MIT، برکلی داخل این پایگاه داده است، پایان‌نامه‌های دانشجوی کارشناسی، ارشد و دکترا. از این 4 تا سایت یا موتور جستجو ما برای انتخاب موضوع استفاده میکنیم، به این صورت که حالا میگم روالش به چه صورته، از این سایت چجوری میتونیم ما استفاده کنیم. این مرحله اوله که شما به استاد راهنماتون مراجعه کردید و استاد راهنما به شما چند تا کلید واژه توی حوزه تخصصی خودش یا رشته شما ارائه میده که حالا من میخوام موضوعی که ببرم توی این دوره جلو، موضوعی در رابطه با hate speech detection است. مثال که به این صورته که ما استاد راهنما مثلا تو زمینه NLP داره کار میکنه، Natural Language Processing، پردازش زبان طبیعی، و خب به ما یک کلید واژه پیشنهاد داده تحت عنوان مثلا hate speech
و گفته که تو این زمینه شما برو تحقیق کن و به من موضوع پیشنهاد بده. لازمه نگارش پروپوزال و پایان‌نامه کلا انتخاب موضوع اینه که شما درس هایی رو که توی مقطع ارشد یا دکترا پاس کردید و گذروندید در رابطه باش اطلاعات خوبی داشته باشید. به عنوان مثال بنده یه دانشجو هستم در دانشگاهی، حالا آزاد یا دولتی، درسی داشتم مثلا تحت عنوان سافت کامپیوتینگ یا همون محاسبات نرم. توی این درس میاد چیکار میکنه؟ میان در رابطه با الگوریتم‌های فراابتکاری، روش‌های فازی صحبت میکنن که مثلا الگوریتم‌های فراابتکاری چجوری کار انجام میدن، اصلا ایده که پشت این الگوریتم هست به چه صورته. یه درس دیگه هم مثلا ما داشتیم تحت عنوان دیپ لرنینگ یا حتی ماشین لرنینگ. خب ما از این درس ها هم که توی ارشد داشتیم میایم استفاده میکنیم. مثلا توی دیپ لرنینگ مدل ها یا الگوریتم هایی که برای پردازش زبان طبیعی استفاده میشه یا برای کامپیوتر ویژن استفاده میشه وجود داره، مثلا ترانسفورمر ها، RNN ها یا مثلا LSTM که برای تو زمینه پردازش زبان طبیعی استفاده میشه. یا مثلا توی ماشین لرنینگ هم که مدل های معمولا یادگیری با ناظر پیشنهاد میدن یا صحبت میکنن دربارش، مثل SVM یا KNN. چیزی که وجود داره اینه که مثلا توی ماشین لرنینگ میان رگریشن یا حتی کلاسیفیکیشن رو آموزش میدن. شما باید برای انتخاب موضوعتون، اگر خودتون قراره کارتون رو انجام بدید، یه دانش خوبی در رابطه با درس‌هایی که پاس کردید یا اون فیلدی که میخواین کار کنید داشته باشید. شما بدونید مدل‌های ماشین لرنینگ چیا هستن، دارن چیکار انجام میدن، یا دیپ لرنینگ ها به همینطور. یا توی درس محاسبات نرم الگوریتم‌های فراابتکاری مثل الگوریتم ژنتیک یا الگوریتم آنتکلونی، PSO یا فایرفلای الگوریتم، اینا دارن چجوری کار میکنن و ایده پشتشون به چه صورت. بعد شما میتونید این درس ها رو، درسی مثل سافت کامپیوتینگ رو، دیپ لرنینگ رو و ماشین لرنینگ رو، مدل هایی که داخلش وجود داره رو، ایده ها رو با هم ترکیب کنید، مثل کاری که من الان قراره برای شما انجام بدم. حالا ما کاری که میکنیم اینه که کلید واژه مثلا داریم، استاد راهنمای ما به ما هیت اسپیچ رو گفته و خب ما میریم از این سایت ها که الان بهتون میگم در جلوتر که چجوری میتونیم از این استفاده کنیم برای فیکس کردن موضوعمون و به دست آوردن مقاله بیس. و اصلا مقاله بیس چی هست جلوتر توضیح میدم. یه سایت دیگه داریم تحت عنوان فیزیونت. شما زمانی که استاد راهنماتون اصلا به شما ایده نده، سر شلوغه، نتونه کار کنه با شما، فقط میگه من استاد راهنمای شما، یه اسمی هستش پشت شما به اسم استاد راهنما که بتونید دفاع کنید. توی مقطع ارشد دکترا باید شما استاد راهنما داشته باشید، ولی استاد راهنما میگه اصلا من هیچ کاری با شما ندارم، موضوعم نمیدم. شما میتونید از این سایت، بچهای کامپیوتر و بچهای برق میتونن از این سایت استفاده کنن. این چالش های به روز رو میذاره. حالا تو این سایت هم من وارد میشم که چجوری میتونیم چالش ها رو در بیاریم. این چالش ها اونقدر خوب و خاصه و میشه گفتش که اگر این چالش ها رو شما برطرف کنید، مقاله‌ای که میتونید روش بنویسید یه مقاله Q1 میشه. این سایت چالش ها رو مطرح میکنه، دیتا ست در اختیار شما قرار میده و میگه که خب حالا برید مشکل رو برطرف کنید. پیشنهاد من برای بچهای دکترا هست که از این سایت استفاده کنن. بچهای ارشد هم اگر میخوان قوی عمل کنن توی بحث پایان‌نامه و مقاله، میتونن به این سایت مراجعه کنن و حالا من میگم کدوم قسمتش و چجوری ما چالش‌ها رو باید از توی این در بیاریم و موضوع فیکس کنیم. و به عنوان حالا تز رساله دکترا یا پایان‌نامه ارشد میشه ازش استفاده کرد. سایت بعدی ایمپکت فاکتور هست. چرا ما اینو معرفی کردیم؟ برای اینکه زمانی که ما میخوایم انتخاب موضوع انجام بدیم باید مقاله بیس داشته باشیم. مقاله بیس چرا داشته باشیم؟ بدونیم کار علمی که قرار انجام بدیم یک پایه اولیه داره. حالا ما نسبت به مقاله بیس قرار کارمون رو بهبود بدیم.
پس بنابراین حتما باید مقاله بیس داشته باشیم. برای اینکه مقاله بیس داشته باشیم باید مقاله بیس ما Q1 یا Q2 باشه. Q2 باشه. یعنی چی؟ یعنی اینکه اعتبارش کوالیتیش بالا باشه. ما 4 تا کوالیتی داریم برای مجلات دیگه. Q1 که بهترینه، بعدش Q2 تا Q3 و Q4. ولی حتما این یکی از این دوتا باشه کفایت میکنه و برای ژورنال های معتبر باشه. حالا میریم اون جلوتر، اونم بهتون میگم. بعد برای حالا مقاله بیس رو انتخاب کردیم، اعتبار مقاله بیس هم برای ما مشخص شده که مقاله بیس معتبریه، میشه بهش استناد کرد برای انجام کار. بعدش میریم سراغ دانلود مقاله که از سایهاب دانلود رایگان انجام میدیم. اگر نتونستیم مقاله‌ای که مد نظرمون هست به صورت رایگان دانلود کنیم با استفاده از سایهاب یا حتی لایبرری جنسیس یا حتی پیپر هاب، اگه اشتباه نکنم سایت های داخلی هم هستن که مثل سایهاب به ما مقالات رایگان میدن. یه سایت دیگه هم هست به اسم یابش که مقالاتی که ما نمیتونیم هیچ جور دانلود رایگان داشته باشیم روش میفرستیم برای این سایت. این سایت برای ما خریداری میکنه و مقاله رو، هزینه هر مقاله هم در حال حاضر فکر کنم 15000 تومان باشه. برای مقالات بیس ازش میشه استفاده کرد و خوب هم هست. اینم بهتون آموزش میدم چجوری ازش استفاده کنید. توی این جلسه قراره به این مطالب بپردازیم که بریم الان در رابطه باهاش صحبت کنیم، ببینیم اصلا چجوری باید این کار رو انجام بدیم. توی گوگل اسکالر رو ما اول باز میکنیم، گنج ایران داک رو باز میکنیم، علمنت رو باز میکنیم و یه سایت دیگه که OATD بود، حالا فعلا اون رو نیاز نداریم. این 3 تا سایت رو ما باز میکنیم. تو وهله اول پس ما میریم از استاد راهنمامون، اینجا من برای شما بنویسم، یه پیج رو من برای شما اضافه کنم براتون همونجا توضیح بدم. خب مرحله اول کاری که ما انجام میدیم گرفتن کلیدواژه از استاد راهنما هست. میگیم استاد راهنما به ما راهنمایی کن. استاد راهنمامون رو انتخاب کردیم، اومدیم مثلا ریسرچ اینترست استاد راهنمامون رو بررسی کردیم. یه استاد راهنمایی داریم مثلا توی دانشگاه فلان، میریم گوگل اسکالرش اصلا نگاه میکنیم ببینیم که این آدم، این استاد گرامی در حقیقت روی چه موضوعی کار میکنه. حالا مثلا استاد راهنمایی که ما داریم تو زمینه NLP کار میکنه و به ما پیشنهاد میده که روی hate speech کار کن. خب ما اول باید بفهمیم که hate speech چی هست. خب این کلید واژه‌ای که به ما داده، ما میریم توی گنج ایران داک hate speech رو، کلید واژه hate speech رو سرچ میکنیم و میایم، چون کلید واژه تک کلید واژه‌ای هست، پیشنهاد من اینه که بیاین روی فیلتری قرار بدید که مرتبط با رشته شماست، مهندسی کامپیوتر. چون بچهای حقوق یا دامپزشکی یا زبانشناسی یا هر کدوم از بچهای دیگه مثلا انسانی ها ممکن روی این قضیه کار کنن، هیت اسپیچ کار کنن، بیان مثلا از بابت حقوقی بررسی کنن، تطبیق موضوعی بخوان انجام بدن. برای بچهای رشته حقوقه ما میایم محدودش میکنیم به رشته خودمون که مهندسی کامپیوتر هست. خب ما میایم میبینیم که خب هیت اسپیچ گفتار نفرت انگیز داره توی شبکه‌های اجتماعی انجام میشه. پس یک ایده دیگه دست ما اومد، ما فهمیدیم که هیت اسپیچ رو توی شبکه اجتماعی انجام میدن. میریم خب سرچ میکنیم. من البته قبلا یه بار تست کردم ببینم که درست هست کاری که میخوام بهتون ارائه بدم و توضیح بدم براتون. اول من یه دور کامل میرم جلو،
با اطمینان کامل اطلاعات رو در اختیار شما قرار میدم که خیالم راحت باشه از اینکه اطلاعات صحت کامل دارن. هیت اسپیچ رو البته خدمت شما بگم که تجربه چندین و چند سالم هستش که دارم در اختیار شما قرار میدم. تا این چند سال بنده کاری که انجام میدادم برای دانشجوها به این صورت بود که راهنماییشون کنم، والا انتخاب موضوع انجام بدن، پروپوزال بنویسن یا پایان‌نامه بنویسن، چجوری کارشون رو پیاده سازی کنن. الان به این فکر افتادم که اصلا کلا یک ویدئوی آفلاین ضبط کنم و در اختیار دانشجو بذارم که دانشجو مو به مو کارهایی که بهش میگم رو انجام بده که بتونه در نهایت کارش رو خودش انجام بده. اگر هم حالا هر قسمتی دانشجو سوال داشته باشه یا بخواد اصلا توی انتخاب موضوع حتی کلیدواژه ها سوالی داشته باشه یا راهنمایی بخواد، بنده در خدمتم، حتما میتونه با بنده تماس بگیره. حالا شماره بنده زیر این ویدیو هستش دیگه، میتونید تماس بگیرید با بنده که من بهتون راهنمایی کنم که چجوری موضوع انتخاب کنید، موضوع فیکس کنید. به هر حال حالا ما میایم توی زمینه هیت اسپیچ و حالا شبکه اجتماعی کار میکنیم. حالا مثلا شبکه اجتماعی میتونه هر شبکه‌ای باشه، فیسبوک باشه، توییتر باشه. حالا ما بگیم که مثلا همون توییتر رو انتخاب کنیم. کاری که انجام میدیم، چون استاد ما گفته توی زمینه هیت اسپیچ برو تحقیق کن و بیا به من یک شمایی ارائه بده که قراره توی هیت اسپیچ چیکار کنی. ترجیح من اینه شما بیاین توی گوگل اسکالر سینسش رو روی 2020 قرار بدید که مقالات 2020 به بعد برای شما بیاد و از همون اول حداقل 10 تا و حداکثر 20 تا مقاله رو باز کنید، مطالعه کنید، ببینید که توی زمینه هیت اسپیچ حالا روی اون شبکه‌ای که مد نظرتونه چه کارهایی داره انجام میشه، با چه مدل هایی داره انجام میشه، اصلا چه جوریه این کارها و اصلا داره چی به ما میگه. ببینید اصلا خوشتون میاد توی هیت اسپیچ کار کنید، تو اون کلیدواژه‌ای که استاد راهنما بهتون گفته کار کنید یا نه. این مقالات رو میخونید. نحوه دانلود کردن مقالات رو من خدمت شما الان بگم، نیا کنید. خب ما میخوایم از سایت سایهاب و یابش استفاده کنیم دیگه. کاری که ما میکنیم اینه که میایم توی گوگل سایهاب رو سرچ میکنیم. این سایهابه. اولین سایت، وبسایت هایی که به سایهاب میشه فعال هستن و میشه ازشون استفاده کرد رو به ما نمایش میده. ما همشون رو باز میکنیم و میایم مقاله‌ای که حالا میخوایم روش کار کنیم رو URLش رو اون بالا رو کپی میکنیم، داخل این سایت ها، داخل این سایهاب قرار میدیم که برای ما دانلود کنه. توی همشون قرار میدیم که همشون جستجو کنن، ببینیم آخر سر یکیشون باید بگیره برای ما این مقاله رو. ماشاءالله هیچ کدوم نگرفت. یه مقاله بدم اول دانلود کردن رو به شما یاد بدم که به چه صورته. خب این مثلا این مقاله رو ما اومدیم بگیریم و خب میخوایم مطالعه کنیم دیگه. توی سایهاب وارد کردیم، برای ما الان قابل دانلود هست، میتونیم دانلود کنیم. کاری که ما میکنیم اینه که چکیده رو مطالعه میکنیم، متد رو و همینطور و دیتاست رو، متد رو مطالعه میکنیم که با چه متد و مدل های این کار رو انجام داده و از چه تکنیک های استفاده کرده، فیچر اکسترکشنش با چه کار به چه صورت انجام شده و کلا مطالعه میکنیم. بعد کاری که انجام میدیم به این صورته که میایم یک جدولی به این شکل
تحت عنوان گزارش مقالات. به این شکل تهیه میکنیم. اول عنوان مقاله، بعد ژورنالی که اون مقاله به چاپ رسیده، متدی که استفاده کرده. داخل مقاله همه این توضیحات داده شده ها. یعنی شما زمانی که مقاله رو دانلود میکنی، تمام متدها، مدل ها، این که از چه پارامتر ارزیابی استفاده کرده، اینجا مثلا اف اسکور و اکوریسی رو اومده به دست آورده، خب تمام اینها داخل مقاله هسته. شما فقط باید مقاله رو مطالعه کنید و یک جدولی به این شکل تشکیل بدی. متد و دیتا ستمون رو نیا کنید. دیتا ست اومده گفته، اینم توی اینجا اومده دیتا ست رو مطرح کرده دیگه. یعنی بهتون نشون دادم که روی چه دیتا ست این کار رو انجام داده. دیتا ست دیسکریپشن که ما توضیح داده که از چه دیتا ستی استفاده کرده. اپلیکیشن یا کیس استادیش روی کدوم یکی از داده ها بوده، روی دیتا های مثلا زبان عربی بوده، فارسی بوده، چیا بوده. اون پارامترهای ارزیابیش چیا بوده، اکوریسی بوده، اف میجر بوده، اف اسکور بوده. کلید واژه هاش چیا بودن، سیمولیشن پلتفرم یا محیط شبیه سازیش چی بوده، با زبان برنامه‌نویسی پایتون این کار رو انجام داده یا با مطلب این کار رو انجام داده، یا حالا با زبان‌های برنامه‌نویسی دیگه یا حتی پلتفرم‌های دیگه. و حتی فیچر وردز که در آینده ایده هایی که میشه روش انجام داد خود مقالات معمولا میگن. اگر هم نداشتن میتونید این ستون خالی بذارید. 20 تا مقاله رو شما، مقالاتی که بروز هستن و جدید هستن رو اینجوری شما به ترتیب مشخص میکنید. یه ستون دیگه هم به این اضافه کنید تحت این که عنوان که این مثلا پارامترهای ارزیابیش چه درصدی به دست آوردن، با چه مدل هایی خوب میشه. اینو در اختیار استاد قرار میدید. استاد اینو مطالعه میکنه و حتی باش میرید یه جلسه میذارید که آخر سر روی کدوم یکی از مدل ها کار کنید. این میشه مطالعه تو زمینه کلیدواژه‌ای که استاد راهنماتون بهتون داده. حالا شما زمانی که مطالعه کردید، مدل‌های مختلف رو بررسی کردید، یک همچین جدولی رو تشکیل دادید، با استاد به نتیجه رسیدید، قراره حالا یک ایده رو در نظر بگیرید. شما یک ایده کلی دستتون اومده. شما میدونید که توی هیت اسپیچ میشه با مدل‌های ماشین لرنینگ و دیپ لرنینگ عمل دسته‌بندی انجام داد یا تشخیص انجام داد. مدل‌ها چیا میتونن باشن؟ مدل‌ها میتونه برت باشه. نیا کنید. متد ها میتونه چیا باشه؟ متد مثلا کلاسیفیکیشن میتونه باشه. به چه صورت میتونه باشه؟ و خدمت شما عرض کنم که اومده مثلا با چه مدل های این کار انجام داده، با ساپورت وکتور ماشین انجام داده، نورال نتورک انجام داده، با LSTM انجام داده، یا خدمت شما عرض کنم که RCNN انجام داده، یا با مثلا منطق فازی این کار رو انجام داده، یا از مدل های ترانسفورمر، مدل برت استفاده کرده. مدل های مختلف دستتون، مدل های ترکیبی رو میتونید ببینید. تمام اینا رو میتونید شما بررسی کنید، ببینید که به چه صورت این کار، با چه مدل هایی میشه این کار رو انجام داد و چه کاری میشه انجام. کلاسیفیکیشن میشه انجام داد، میشه هر کاری انجام داد. پس مدل ها دستتون میاد و میفهمید که میخواین مثلا هیت اسپیچ انجام بدید روی داده های توییتر، چون دیتا ستی که هم که ما دیدیم مثلا روی توییتر بوده. با استفاده از حالا مثلا یه مدلی این کار رو انجام بدید. شما کاری که میکنید، میاین اینجا دنبال اون مدلی که حالا مد نظرتون هست میگردید، به عنوان مقاله بیس، به عنوان یک مقاله بیس میگردید. مثلا شما هیت اسپیچ دیتکشن آن توییتر رو با متدهای ماشین لرنینگ ببینیم چیا میاره برای ما، یکیشو انتخاب میکنیم به عنوان مقاله بیس. حالا همین ترانسفر لرنینگ رو میتونیم ما استفاده کنیم.
ترانسفر لرنینگ رو میشه اصلا گرفت این مقاله رو. یا حالا مثلا میتونیم بگیم که SVM، با SVM چجوری میشه انجام داد این کار رو، چون توی مطالعاتی که داشتیم انجام میدادیم با SVM هم این کار انجام داده بودن دیگه. حالا مثلا اینو در نظر میگیریم ببینیم ترانسفر لرنینگ با برت و اینا انجام بده دیگه. من مد نظرم مدل های ماشین لرنینگیه بیشتر. چرا مثلا این اولیه رو من نمیگیرم؟ چون در رابطه با ژورنالش اطمینان کامل ندارم. اینو باز کنیم ببینیم به چه صورته. با SPM این کار اومده انجام داده. حالا ما مقاله بیسمون رو اینم که آرکایو، اینجا نوشته آرکایو زیاد معتبر نیست. الان لیست این که چجوری کوالیتی چک کنید هم بهتون میگم. مقاله بیسی که مثلا میخوایم کوالیتیشو چک کنیم، الان مثلا ما میخوایم روی این مقاله بیس کار کنیم، ما میخوایم روی این مقاله بیس ایده بزنیم، نوآوری داشته باشیم، وارد ژورنال مد نظرش میشیم، اون ژورنالی که این کار رو به چاپ رسونده. یه کنترل F میزنیم ISSN که سرچ بشه. ISSN آنلاینشه برای ما باید بیاره. ما اینو کپی میکنیم میریم توی سامانه ایمپکت فاکتوری که اینجا بهتون گفتم برای بررسی کردن اعتبار مقاله. اینجا ISSNش رو میزنیم و میزنیم بررسی آنلاین و به ما نمایش میده که این مجله JCR هست، تا یه تایمی Q2 بوده و از یه تایمی به بعد جزء مجلات Q1 هستش، کوالیتی بالایی داره و خب این میشه بهش استناد کرد به عنوان مقاله بیس. فقط میگم دانلود کرد اگر رایگان بشه دانلود کرد که با سایهاب، اگر هم بخوایم اگر نتونیم رایگان دانلودش کنیم، کاری که ما انجام میدیم میریم داخل سایت یابش.ir و وارد میشیم و از قسمت فرم درخواست موردی منابع رو میزنیم و اینجا نوع مقاله رو که مثلا آرتیکل میخوایم، عنوانش رو، این که عنوانش مثلا چی هستش، ISSN اگه داشته باشه توی خود سایتش، ما همون ISSN خودش رو میتونیم بزنیم اینجا. حتی اگه DOI هم داشته باشه DOIش هم میتونیم بزنیم. اینجا DOIش هم میتونیم وارد کنیم. لینکش رو میذاریم.
و کد امنیتیش رو وارد میکنیم. تا اینکه برای پنل کاربریمون اینا بررسی کنن و به ما نتیجه رو بگن. من یه دونه به عنوان مثال گرفتم از قبل. یه مقاله داشتم من گرفتم و من همچین نتیجه ای رو میده که مبلغ 15000 تومان تو تاریخ 27/12/402. وقتی میزنی رو دانلود مقاله رو دانلود میکنی، هزینه اول پرداخت میکنی، بعد برای شما اون رو دانلود میکنن و در اختیار شما قرار میدن. این استفاده از سایت یابش بود که چه جوریه. پس ما اول چک میکنیم کوالیتی رو، مقاله بیسمون رو. اگه کوالیتیش اوکی بود، کوالیتی بالایی داشت مقالمون، میایم روش اونو دانلود میکنیم با استفاده از یابش یا سایها. مراحلش من برای شما بنویسم بهتره. کلید واژه میگیریم، بعد میایم حالا 10 الی 20 تا مقاله رو بررسی میکنیم. بعد از بین مقالات یک یا دو مقاله بیس معتبر را پیدا میکنیم. اعتبار با سایت ایمپکت فاکتور بررسی میشه. بعد دانلود میکنیم و حالا روش ایده میزنیم. ایده‌ای که میزنیم، پیشنهاد من همونجوری که بهتون گفتم، از 2 تا درسی که داشتید میتونید استفاده کنید که مثلا یکی سافت کامپیوتینگ هست و یکی دیپ لرنینگ یا ماشین لرنینگ. چیکار میتونیم بکنیم؟ من الان از قبل مطالعه کردم. من میدونم که میتونم روی تشخیص سخنان تنفرآمیز کار کنم در توییتر. حالا میخوام جلوش مدلمون رو معرفی کنم، مدلی که میشه باش کار رو انجام داد. خب من یک مقاله پیدا کردم مثلا داره با ماشین لرنینگ با SVM کار میکنه، بررسی کردم اون مقالات مثلا با مدل های ماشین لرنینگ این کار رو انجام دادن. من میتونم بنویسم که با استفاده از مدل های ماشین لرنینگ، ولی خب من زمانی که داشتم درس سافت کامپیوتینگ میخوندم روی الگوریتم‌های فرا-ابتکاری هم کار کردم. استاد به ما میگفتش که با الگوریتم‌های فرا-ابتکاری شما میتونید فیچر سلکشن انجام بدید. من میام میبینم که مقاله‌ای وجود داره تحت عنوان مثلا فیچر سلکشن با استفاده از الگوریتم فایرفلای. یا همچین مقاله وجود داره، یا همچین کاری انجام شده روی داده های عربی. خب من میتونم از ایده این مقاله رو با ایده مقاله ترانسفر لرنینگ یا حتی مثلا مدل های دیگه SVM ترکیب کنم. به چه صورت؟ میام این مقاله رو دانلود میکنم، روی این مقاله که اومده با الگوریتم فایرفلای فیچر سلکشن انجام داده رو استفاده میکنم روی داده های توییترم. این چیکار میکنه؟ فیچرهایی که مد نظرمون هست سلکت میکنه، انتخاب میکنه و بعد میده به ورودی مدلی که ما میخوایم ازش استفاده کنیم. پس ما میتونیم از 2 تا مقاله استفاده کنیم، ترکیبشون کنیم ایده ها رو، برای اینکه بتونیم نوآوری داشته باشیم، نوآوری در سطح متوسط که ازش بشه یه مقاله هم در آورد، مقاله Q3 یا Q4 در آورد، یا اصلا کنفرانسی بین المللی در آورد. یه همچین کاری میشه انجام داد. این هم میتونیم بزنیم توی سایها دانلود کنیم. من فکر کنم اینو دیگه بتونه بگیره سایها.
آره این مقاله رو در اختیار ما قرار میده. این مقاله رو مطالعه میکنه که ببینیم فیچر سلکشن رو چه جوری انجام داده، با چه الگوریتم، به چه صورت این کار رو انجام داده. میبینیم که الگوریتم برای ما نوشته که چجوری فیچر سلکشن داره انجام میده. پس ما از این مقاله و از مقاله ترانسفر لرنینگ ایده که میتونیم بزنیم بگیم که آقا ما میخوایم روی دو تا مقاله کار کنیم. مقاله بیس اصلیمون اینه، یه ایده از این میگیریم برای فیچر سلکت کردن. عنوان ما در نهایت میشه اینی که خدمت شما می‌نویسم: تشخیص سخنان تنفرآمیز در توییتر با استفاده از ترکیب روش‌های یادگیری ماشین و الگوریتم فراابتکاری که الگوریتم کرمن شپتاب که الگوریتم فراابتکاریه. یه همچین موضوعی ما بهش میرسیم با خوندن مقالات، بررسی کردن مدل ها رو، بررسی کردن که چجوری دارن کار میکنن و چه الگوریتمایی میشه بهش اضافه کرد، چه کارهایی میشه بهش اضافه کرد. این میشه یک موضوع در سطح متوسط برای بچه کارشناسی ارشد. توی ویدیو بعدی من بهتون میگم که چجوری میتونید شما این عنوان رو بررسی کنید که تکراری نباشه، یا به عبارتی همانندی موضوعتون رو از سامانه ایرانداک بگیرید. اینو توی ویدیوی بعدی توضیح میدم. این ویدیو صرفا فقط برای انتخاب موضوعه که ما موضوع فیکس کنیم. من تا الان به شما نحوه استفاده کردن از گوگل اسکالر بهتون گفتم، گنج ایرانداک رو بهتون گفتم که چطوری میتونیم ازش ایده بگیریم، پایان‌نامه‌های مختلفی که تو این زمینه کار شده رو بررسی کنیم که چه کارهایی انجام شده. مثلا ما میگیم سخنان تنفرآمیز، روش‌های یادگیری ماشین. اینجا به ما ایده میده که مثلا چه کارهایی انجام شده، به چه صورت انجام شده، تا اینکه یه ایده هم از اینجا داشته باشیم. حتی میتونیم یه سری پایان‌نامه‌ها رو دانلود کنیم که ببینیم که اصلا در نهایت چه تحلیلایی انجام دادن. ولی من در کل تا آخر این آموزش رو به شما کامل یاد میدم که چجوری شما کار رو انجام بدید. گنج ایرانداک صرفا میتونه ایده به شما بده. از مقاله از علمنت هم شما میتونید استفاده کنید برای منابع داخلی که ببینید مثلا توی زمینه سخنان نفرت انگیز ببینیم که چه کارایی انجام شده، یا سخنان تنفرآمیز توییتر. یکی واژه‌اش ترجمهش چیه؟ گفتار نفرت میشه گفت. گفتار نفرت، شبکه اجتماعی. هیت اسپیچ چطور؟ مقاطع مختلف باید بررسی کنیم. یه موتور جستجوه، مثلا این اومده Persian speech sentence segmentation with speech recognition، این کار انجام داده. اینا رو میشه بررسی کرد، میشه باز کرد و مطالعه کرد که چه کاری انجام شده تو این زمینه، به چه صورت. اینا خوبه، اینا هم کمک میکنه. یه پایگاه داده‌ای هم داریم تحت عنوان OATD که پایان‌نامه‌های دانشگاه خارجی در اختیار ما قرار میده. از این هم ما میتونیم ایده بگیریم اتفاقا. اومده مثلا مولتی تاسک لرنینگ رو استفاده کرده، یا حالا مثلا این هم اومده هیت اسپیچ دیتکشن توی توییتر رو انجام داده با استفاده از مثلا انسمبل متد رو انسمبل کرده.
و کلا چک مثلا اومده از انسمبل کردن چند تا مدل مختلف رندوم فارست و نایف بیس و اینا استفاده کرده برای اینکه خروجی بگیره و OATD گنج ایراندایی که النت و گوگل اسکالر اینا منابعی هستن که ما استفاده کنیم، ولی بیشتر ما سر کله با گوگل اسکالر و نهایتا گنج ایرانداک بزنیم. روش پژوهش یا اصولی پژوهش اینه که من دارم خدمت شما میگم، بعد خدمت شما عرض کنم که این است. حالا یه سایتی ما داریم تحت عنوان فیزیونت. زمانی که شما هیچ جوره نمیتونی از استاد ایده بگیری یا اصلا ایده ها به دلت نمیشینه، نمیدونی چجوری باید ترکیب کنی این مقالات رو با هم دیگه، شما بچهای کامپیوتر یا بچهای برق تشریف میبرید تو سایت فیزیونت. توی سایت فیزیونت توی قسمت چالنجز کاری که میکنی اینه که میری توی این قسمت جورج بی مودی فیزیونت چالنج و قسمتی که اینجا زده چالش ها رو براتون میاره اینجا. پس کدوم قسمت شد؟ ما میریم توی چالنجز، توی قسمت جورج بی مودی فیزیونت چالنجز current challenge site. اینجا چالشی که در حال حاضر موجوده برای 2024 رو در اختیار ما قرار میده. میگه که چالشی که الان وجود داره اینه: digitalization and classification ECG image تصاویر سیگنال های قلبیه. یه همچین چالشی ما داریم، اینو باز میکنیم. چالش های گذشته هم وجود داره، از اینا ما میتونیم استفاده کنیم به عنوان موضوعی که داریم، مثلا هر کدومش رو بررسی کنیم، اصلا عنوانش رو دقیقا میتونیم ما به عنوان موضوع پایان‌نامه در نظر بگیریم، مثلا تشخیص قوی ضربان قلب در داده های چند وجهی. این لازمش اینه که شما برید توی مباحث سیگنال های قلبی و اون چیزی که وجود داره دانش کسب کنید. این دیتا ها رو در اختیار ما کامل توضیح داده، اهداف، فرضیات، اینکه ما چجوری، اصلا یک پروپوزال اینجا برای ما نوشته. ما صرفا همین که همین رو ترجمه کنیم بذاریم داخل فایل پروپوزالمون که در آینده بهتون میگم پروپوزال چه بخش‌ها و بندهایی داره، این میشه اصلا پروپوزال ما. کامل توضیح داده، راهنمایی کرده، دیتا ست در اختیار ما قرار داده. الان دیتا ست هاشم بهتون میگم. این یکی از دیتا ست ها هست. باید کامل این صفحه رو مطالعه کنید تا بفهمید که چه ایده‌ای پشت سرش هست که قرار ما چه کاری انجام بدیم. این دیتا ست، سه تا دیتا ست در اختیار ما قرار داده. ما هر کدومش رو میتونیم دانلود کنیم و استفاده کنیم که به چه صورت باید کار انجام بشه. توضیحات داده در رابطه با کار. سایت خوبیه برای اینکه ما بتونیم ازش استفاده کنیم برای عنوان پایان‌نامه ارشد یا دکترا، رساله دکترا. هر کاری هم که ما توی این موضوعات انجام بدیم در نهایت تبدیل میشه به یک مقاله خوب. پس چالنجاشو اگه ما نگاه کنیم میبینیم که هر کسی اومده کاری که انجام داده رو یه قسمتی داره که نشون میده که کیا چه کاری انجام دادن توی این چالش ها و اینا. مثلا این قسمت همین توی یه همچین کاری اومده مقالاتش رو نمایش داده. اینجا نمایش میده که چه مقالات کار شده و چه پیپرهایی نوشته شده. این پیپرهایی که نوشته شده همه هر چی هم که هر کسی توی این موضوعات کار میکنه Q1 یا نهایتا تو بدترین شاید Q2 در میاد از مقالاتشون. این کار رو انجام میدن و تبدیل میکنن
به یک مقاله معتبر. فیزیونت ایمپکت فاکتور هم خدمتتون گفتم برای اعتبار مقاله. سایهاب دانلود رایگان یابش هم که بهتون گفتم چجوری شما میتونید ازش دانلود انجام بدید. چیز دیگه مونده باشه بهتون بگم، ببینم چیا مونده برای انتخاب موضوع. ببینیم جلسه بعدی موضوعی که حالا اینجا در رابطه باهاش ایده دادیم و نهایی کردیم، بریم ایراندکش رو باید بگیریم و همین. شما میتونید هر سوالی هم که داشتید میتونید با بنده تماس بگیرید.